سرخط مهمترین خبرها. نگرانی قاهی رسولزاده از پایمالشوی حقوق شهروندان تاجیکستان در روسیه. تاجیکستان با 15 میلیون دلار کارخانه ماشین‌های زیر پوش ساختنی است و طرفداران فلسطین در اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 7 اکتبر است. نخست وزیر قاهی رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مراد حسنالین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمالشوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. با نوشته خبرگزاری‌های روسی تاس و ریاء نوستی، نخست وزیر تاجیکستان گفته است: ما را روند همه‌جانبه پایمالشوی حقوق و آزادی‌های شهروندان ما هنگام برگزاری معرکه‌های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه‌های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان جمهوری تاجیکستان با بهانه‌های وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش یافتند، گفته است رسولزاده. تاس می‌نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان و هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. با نوشته خبرگزاری‌های روسی در پاسخ، حسنالین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است: باید یک چیز را عمیق کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود. یعنی ما به یک ترتیب می‌داریم، به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم، با ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملا قانونی خواهند بود، افزوده است او. بعد از حمله مرگبار به تالار کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو، مهاجران تاجیک بارها از افزایش تفتیش و اخراج بی‌اساس از قلمرو روسیه اظهار نگرانی کردند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت سپر گروپ لیمیتد اوید به تشکیل کارخانه استحصال ماشین‌های زیرپوش و تجهیزات مخصوص جانبداری نمودند. بر اساس این طرح برای تشکیل چنین کارخانه جلب 15 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است، ولی زمان بنیاد آن گفته نشده است. وکیلان مجلس نمایندگان هدف سازشنامه را افزایش اقتدار مدافعوی کشور، زیاد نمودن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تأسیس جای‌های نوی کاری نامیدند. فاروق یوسفزاده، معاون یکم رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، در حضور وکیلان گفته است: لایحه این سازشنامه از جانب آنها در همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی تهیه گردیده است. معلوم نیست چه مقدار مبلغ آن از حساب سرمایه خارجی است. در جلسه اخیر پارلمانی که 1 اکتبر برگزار شد، تاکید گردید که اقتدار استحصالی سالانه کارخانه تا 120 автомашine زیرپوش بوده، با نظرداشت طلبات بازار زیاد خواهد شد. قبول این سازشنامه در حالی است که 2 سال پیش در کشور کارخانه استحصالی بسرنشین‌ها تأسیس یافت. همچنین بنا به خبرها، جانب تاجیکستان برای خرید هواپیماهای بسرنشین بیرقدر با مبلغ 9 میلیون دلار به ترکیه سازشنامه بستند. در ولایت غوری افغانستان تعدادی از دهقانانی که از کشت کوگنور دست کشیدند میگویند برای پیشبرد زندگیشان به کمک احتیاج دارند. گروه بین المللی پژوهش بحران‌ها چند پیش با نشر یک گزارش گفت اگرچه فرمان طالبان برای منع کشت کوگنور نتیجه داده است، اما در صورت نااندیشیدن تدبیرهای دیگر ممکن است دهقانان دیگر باره به کشت این زراعت زهرآگین برگردند. در این باره همکارم مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. دهقانانی که زمان کوکنور کش می‌کردند اکنون راه حلال و پایدار برای درآمد و زندگی می‌جویند. در میان آنها غمه دهقانی افغان است که با 2 گاوش و با اصول قدیمه زمین‌هایش را شدگار می‌کند. تا 2 سال پیش در زمین‌هایش کوکنور کش می‌کرد، اما حالا می‌گوید تصمیم گرفته است گندم، جو، کارتوشکا و دیگر نوع زراعت را کشت کند. ازی کشت کوکنور چیزی ساخته نمیشه، مردم معتاد میکنه و حرام است. کشت حرام ما فایده نمیبینیم که حضور خیر ببینیم. یعنی تخم‌های اصلاح شده برای ما اگر کمک بکنه بسیار خوش میشیم. شماری از این دهقانان میگویند که دیگر نمیخواهند یک حلقه در زنجیره ویرانگر تولید مواد مخدر باشند، اما برای آنکه بتوانند با کشت زراعت‌های دیگر زندگیشان را پیش برند به کمک نیاز دارند. امسال هم کشت کار ما خوب بوده، انشالله خوب بارانا بوده، آب زیاد بوده، پریمان بوده و متاسفانه که یک کمی ما دسترسی زیاد به کوت و به تخم اصلاح شده گندم نداریم. همین تقاضا از مقام زراعت میخواهیم که به ما همراهی کنه، کمک کنه
و کمی ما را تشویق کنه و همه مردم نموتو تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، این نموتو چیزا را کشت میکنن و ما در اینجا کشت کوکونا را نمیرانیم. امسال ما حاصلات خوبی برداشتیم از گندم و عالی میخواهیم زمین آماده کنیم برای سال آینده به خاطر کشت گندم و کچالو. ما خواستیم از اداره زراعت و ولایت غوری است که برای ما کودهای اصلاح شده و گندم‌های اصلاح شده که به خاطر کشت بیشتری ما برداریم و ما تریاک به این خاطر کش نمی کنیم که جوانای ما معتاد نشوه و جامعه مضر است. به این خاطر ما تریاک کش نمی کنیم، گندم و کچول اینا کش میکنیم. گروه بین المللی ارزیابی بحران‌ها در گزارش تازه درباره کشت کوکنار در افغانستان گفته است که در 2.5 سال حکومت طالبان کشت این زراعت ویرانگر بسیار کاهش یافته است، ولی مردم زیاد با دست کشیدن از این کار فقیر و فقیرتر شدند. برای همین به گفته گروه مذکور در صورت نااندیشیدن چاره و کمک نکردن به دهقانان ممکن است آنها از فرمان منع کشت کوکنار سرپیچی کرده به این کار برگردند. عین زمان به گفته گروه بین المللی ارزیابی بحران‌ها با وجود منع کشت کوکنار هنوز هم سیل مواد مخدر از این کشور به بازارهای جهانی جاری می شود. در گزارش آمده است که فرمان طالبان برای منع کشت کوکنار آینده زندگی دهقانان و روستاها را که جای کار و انتخاب شغل زیاد ندارند ویران کرده و خصوص به زندگی زنان تاثیر منفی گذاشته است. در گزارش پیشنهاد شده است که طالبان باید به دهقانان قشاق نرمش نشان بدهند و به آفریدن جایهای کاری در ساحه‌های دیگر تمرکز کنند. شکایت از زندگی سخت در بین این دهقانان هم شنیده می شود. دهقانانی که امیدوارند با دریافت کمک بتوانند حاصل زراعت‌هایشان را زیاد کنند و از این راه برای زندگی خانواده‌هایشان اندک درآمد به دست بیارند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در سالگرد حمله گروه حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، صدها نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا تظاهرات کردند. این افراد به خیابان‌های لندن، پاریس و روم برآمده خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در آستانه سالگرد جنگ در غزه، چند گروه از حامیان مردم فلسطین و لبنان نقشه دارند که از 5 تا 7 اکتبر در شهرهای مختلف اعتراض کنند. تظاهرات به این مانند 5 اکتبر در یکی از میدان‌های شهر لندن برگزار شد و کارمندان پلیس هم آنجا بودند. در جریان اعتراض‌ها درگیری‌های هم رخ داد و ماموران انتظامی تلاش کردند وضع را آرام کنند. پلیس لندن اعلام کرد که 15 نفر در این روز با اتهام برهم زدن ترتیبات جمعیتی و لطوکوب دستگیر شدند. روز 7 اکتبر سال 2023 گروه حماس که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است و اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 240 کس را گروگان گرفت. اسرائیل در پی این حادثه به حمله گسترده علیه حماس در غزه شروع کرد. درگیری از آن زمان ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در تقریبا یک سال اخیر بیش از 41,000 فلسطینی کشته شد. مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی جهان بین نوجوانان که روزهای دوم 5 اکتبر در دوشنبه برگزار شد، در حساب مدال‌ها با پیروزی دسته منتخب ژاپن به پایان رسید. ژاپنی‌ها 13 مدال گرفتند. منتخب‌های چین با 3 مدال جای دوم و فرانسه با 4 مدال مقام سوم را از آن خود کردند. در 4 روز رقابت‌ها ورزشکاران 21 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 8 کشور: ژاپن با 6 مدال طلایی، چین، فرانسه، ازبکستان، کره جنوبی، گرجستان، австрия و کلمبیا با یکتای نشان طلا مکافاتانیده شدند. در این مسابقات روسیه‌گی‌ها در هیئت دسته فدراسیون بین‌المللی جودو اشتراک کرده 4 مدال گرفتند. دسته منتخب تاجیکستان که به هیئتش 24 ورزشکار داخل بودند با 2 مدال جای 12ام را اشغال نمودند. در این مسابقات 531 ورزشکار از 67 کشور اشتراک کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 7 اکتبر فرا میگیرد.
7 октябри соли 1925 як сол баъди таъсиси ҷумҳурии шӯравии мухтори тоҷикистон нахустин нашриёти давлатии ирфон таъсис шуд ки шоири номи абулқосим лоҳутӣ нахустин раҳбари он шуд. агар соли аввал дар ин нашриёт 8 номгӯй китоб чоп шуда бошад, дар 10 соли баъдӣ 266 номгӯи китобро аз чоп баровард ва барои рушди забони тоҷикӣ саҳмгузор шуд. асарҳои одинаву дохундаи Садриддин Айнӣ аз аввалин китобҳое буд ки дар инҷо нашр шуданд. барои сокинони тоҷикистон дар солҳои истиқлолият ширкат дар лотереяҳои ҳаққи иқомат дар амрико ё грин карт имконпазир шуд. 7 октябри соли 2020 дар рӯзи шурӯи лотереяи пуртарафдор дар миёни ҷавонони тоҷик, мақомоти сафорати амрико гуфтанд, ҳар сол аз тоҷикистон 700 нафар ҳаққи зиндагӣ дар амрикоро ба даст меоранд. соли як бор 50 000 шаҳрвандони хориҷӣ дар саросари ҷаҳон барандаи чунин лотерея шуда барои кору зиндагӣ ба амрико мераванд. дар тоҷикистон шӯро аз соли 2009 дар рӯзҳои истироҳати ҳафтаи аввали моҳи октябр ҷашни меҳргон таҷлил мешавад. иди ҳосил ва кишоварзӣ як ҷашни қадимии мардуми тоҷик буда, дар борааш шоҳномаи фирдавсӣ ҳам ёд кардааст. мунаққидон мегӯянд ин ҷашни қадимӣ ки бо васфу ниёиши ҳосили хубу зимистони серу пур мегузарад, ба хотири камранг кардани ҷашнҳои динӣ эҳё шудааст. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 111 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومونی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.